من شیوان و اینجا چنل آشپزی با شیوا. به چنل من خوش اومدید. طعم این کباب ترش تابه‌ای رو هرگز فراموش نمی‌کنید. 300 گرم گوشت چرخ کرده رو با یک عدد پیازی که رنده درشت شده و آبگیری شده و با یک قاشق گردوی خرد شده، نمک و فلفل خوب ورز میدیم. بعد گوشت رو داخل کیسه نایلون میریزیم. به کمک یک وردنه من گوشت رو سطح گوشت رو داخل کیسه نایلون کاملا صاف کردم. با کمک یک کارتک به اندازه هایی که دلم خواست روی گوشتمون نشونه گذاری کردم. گوشت رو روی سطح صاف برای مدت 1 ساعت داخل فریزر استراحت میدیم تا گوشتمون کاملا بیات بشه. حالا که تا اینجا اومدی لطفاً چنل منو سابسکرایب کن و اون قلب سفیدم برام قرمز کن. توی ماهی تابه یه مقدار کره به همراه روغن داغ میکنیم و گوشت هامونو با حرارت زیاد سرخ میکنیم، هر دو طرفشو. هر دو طرف کبابا که سرخ شد از داخل مایتابه در میاریم. توی همون مایتابه پیاز رنده شدمون رو تفت میدیم. بعد از اینکه پیازمون تفت خورد 3 قاشق گردوی خرد شده اضافه میکنیم به پیازا و گردومون هم باز تفت میدیم. سه قاشق غذاخوری رب انار با 1 قاشق غذاخوری رب نارنج و 1 قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی که البته توی فیلم جا افتاده رو با همدیگه تفت میدیم و به مواد اضافه میکنیم. یک لیوان آب جوش به موادمون اضافه میکنیم و اجازه میدیم که این مواد 2-3 دقیقه با همدیگه کاملا قل بخوره. کباب ها رو به تابه برمیگردونیم. زعفرون رو اضافه میکنیم و اجازه میدیم که 1/2 ساعت با همدیگه بپزن تا کاملا جا بیفته و غذامون به روغن بیفته. امیدوارم که از خوردن این غذا لذت ببرید در کنار اعضای خانواده‌تون.